با این یخ‌های تزیینی میتونید خیلی راحت و سریع کلی شربت‌های رنگی با طعمای مختلف درست کنید. تخم شربتی و خاکشیر رو با آب جوش میخیسونیم که لعاب بندازن. چند مرتبه آبشون رو عوض میکنیم تا کاملا تمیز بشن. من از اسفرزم استفاده کردم. دونه‌هاش وقتی لعاب میندازه به هم میچسبن، پس اگر دوست ندارید اصلا استفاده نکنید. گل بنفشه یا پنیرک رو با آب سرد و یخ میخیسونیم تا رنگ پس بده. داخل 4 تا لیوان هر کدومشون 1.5 قاشق غذاخوری شکر میریزیم و با نصف لیوان آب جوش مخلوط میکنیم تا شکر کاملا حل بشه. بعد به هر کدومشون 1 قاشق گلاب و به دلخواه 1 قاشق عرق بیتمشک اضافه میکنیم و هم میزنیم. عصاره پنیرک رو از صافی رد میکنیم و داخل 3 تا از لیوان ها میریزیم. داخل 1 لیوان زعفرون دم شده میریزیم برای شربت آب لیمو و زعفرون. برای شربت رنگ صورتی به یکی از لیوان های عصاره پنیرک نصف آب لیمو ترش رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. نصف دیگه لیمو ترش هم داخل شربت زعفرون میریزیم. برای رنگ زرشکی و سبز باید به عصاره پنیرک زعفرون اضافه کنید که مقدارش برای هر رنگ متفاوته و داخل کپشن براتون نوشتم. داخل قالب های یخ رو تا نصف با شربت های رنگی پر کنید و نصف دیگه قالب رو تخم شربتی و خاکشیر بریزید. میتونید به سلیقه خودتون یک طرف یا هر دو طرف قالب بریزید و با برش لیمو، پنیرک و گل محمدی تزیینش کنید. به مدت 2 تا 3 ساعت داخل فریزر بذارید تا منجمد بشه. با 1 لیوان آب و چند تیکه از این یخ‌های تزیینی یه شربت خنک و خوش رنگ دارید. امیدوارم درست کنید و گوارای وجودتون باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراهم بودین.